خیلی وقتا آدما میگن که من همه چی رو رعایت میکنم. ورزش میکنم، رژیم میگیرم، کالری شماری میکنم، شیرینی و شکلات رو حذف کردم، ولی بازم هر کار میکنم لاغر نمیشم. وزنم پایین نمیاد. اگه تو هم یه همچین چیزی رو تجربه کردی، احتمالاً این ویدیو به دردت میخوره. یه چیزی که میتونه جلوی چربیسوزی رو بگیره، هورمون کورتیزوله که احتمالاً این روزا در موردش خیلی شنیدی. کورتیزول هورمونیه که تو بدن هست، ولی اگه سطحش توی بدن بالا بمونه جلوی چربیسوزی رو میگیره. تو این ویدیو میخوام 5 تا اشتباه رایج که خودم یا شاگردام تجربهش کردیم و بهت بگم که مطمئنم حداقل 1-2 تاش برات آشناست. خب بریم سراغ مورد اول، ورزش بیش از حد. خود من یه دوره‌ای فکر می‌کردم هرچی بیشتر تمرین کنم بهتره. در واقع اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، اون وزنی که میخوام برسم، به اون بدنی که میخوام برسم، باید تا جایی که میتونم ورزش کنم. یعنی یه زمانی صبح میرفتم باشگاه، عصر میرفتم میدویدم، دوباره فردا برنامه همین و بدون روز استراحت. نتیجه چی شد؟ همیشه خسته بودم. تمام انرژی و فقط برای ورزش میذاشتم. هر جلسه که میرفتم سر تمرین انقدر از روز قبل خسته بودم که حتی تمرین خوبی هم نداشتم، یعنی تمرین با کیفیتی هم نداشتم. حالا ربطش به کورتیزول چیه؟ زمانی که میای فشار بیش از حدی به بدن میاری با تمرین کردن و به بدنت فرصت ریکاوری رو نمیدی، در واقع هورمون کورتیزول توی بدن تو بالا میره. با بالا رفتن هورمون کورتیزول بدن وارد حالت استرس میشه. وقتی که تو این شرایط برای مدت طولانی بمونه، تو در واقع این پیغام به بدن میدی که شرایط غیر عادیه، هر روز قراره یه فشار زیادی به بدن بیاد و معلوم نیست تا کی این شرایط ادامه داره. پس بدن چیکار میکنه؟ به جای اینکه چربی بسوزونه، چربی‌ها رو ذخیره میکنه، انرژی رو ذخیره میکنه برای روز مبادا. پس چیزی که باید بهش حواست باشه یه تمرین با کیفیته و استراحت و ریکاوری. حالا این استراحت و ریکاوری برای هر کسی میتونه متفاوت باشه زمانش. بستگی داره به سابقه تمرینی، به شرایط بدنی اون آدم. کلا برای هر کسی متفاوته. برای یکی ممکنه اینطوری باشه که یه روز در میون بره تمرین خوب باشه. یه نفر ممکنه که نیاز داشته باشه که هر 3 روز یه بار یه روز استراحت کنه، هر 4 روز یه بار یه روز استراحت کنه. برای هر کس متفاوته. ولی اولین قدم اینه که بدن خودت رو بشناسی. خیلی بهتره که حتی در موردش با مربیت هم مشورت کنی که چقدر زمان لازم داری. با تمرین درست و زمان بندی درست سعی کنی که سطح کورتیزول رو توی بدنت پایین نگه داری. مورد دوم که برای خودم سخت‌ترین کاری بود که تغییرش دادم، شروع کردن روز با قهوه است. من سالها روزم با قهوه شروع کردم. صبح بیدار می‌شدم، میرفتم سر کار، اول قهوه می‌خوردم، بعد روزم رو ادامه میدادم. که خب من برای تقریبا نزدیک 3 سال مداوم فست می‌کردم. در مورد فست هم خیلی مطلب توی اینترنت هست، خیلی ویدیو هست راجبش که برین ببینین اگه نمیدونی. ولی اگه دوست داشتین که راجب فستم ویدیو بسازم و حالا راجب تجربه های خودم، حتما توی کامنت برام بنویسین، یه ویدیو در موردش درست میکنم. حالا اینو میخواستم بگم که چون حالا فستم میکردم، خیلی وقتا برنامه‌م اینطوری بود که قهوه میخوردم، هیچی نمیخوردم تا 2-3 بعد از ظهر که حالا فستم رو باز کنم. این بزرگترین اشتباهی بود که میکردم و سختترین کاری هم بود که ترکش کردم. تو وقتی که صبح از خواب بیدار میشی، به طور طبیعی سطح هورمون کورتیزول بالاه توی بدن. حالا اگه بیای یه شات قهوه هم بهش اضافه بکنی، خیلی میره سطحش بالا و همین باعث میشه که جلوی چربیسوزی رو بگیره. یه ایراد دیگه ای هم که داره اینه که وسط روز یهو انرژیت خیلی میفته و دوباره باید یه شات دیگه قهوه بگیری. بنابراین قرار نیستش که حذفش کنی. من خودم ترکش نکردم، فقط باید زمان مصرفش رو تغییر بدی. بهتر که اول روزو با یه لیوان آب شروع کنی، حالا یه وعده کوچیکی میخوری، 1-2 ساعت بعد قهوه میخوری.
همین اتفاقا باعث میشه که انرژی تو طول روز خیلی پایدارتر باشه. یهو وسط روز خسته نشی، انرژیت نیفته. برای خود من اینطوریه که من وقتی که نزدیک ظهر در واقع قهوه میخورم، دیگه نیازی ندارم تو طول روز و همون یه دونه قهوه برای من کافیه. در صورتی که اون موقعی که اول صبح با شکم خالی قهوه میخوردم، حداقل 2 تا قهوه دیگه تو طول روز میخوردم. مورد سوم خوردن صبحونه‌های شیرینه. مربا، عسل، کورنفلکس، پنکیک، اینا میشن صبحونه‌هایی که سرشار از قنده. خب خیلی عادیه که اکثر آدما دوست داشته باشن روزشون رو با یه چیز شیرین شروع کنن. اول صبح از خواب بیدار شدی، سطح قند خونت پایینه، دلت یه چیز شیرین میخواد و خوردن یه صبحونه شیرین یعنی که سطح قند خون میره بالا، سطح انسولین میره بالا، پس در نتیجه جلوی چربی سوزی رو میگیره. یه بدی دیگه هم که داره اینه که سطح قند خون وقتی میاد بالا، بعد 1-2 ساعت به شدت افت میکنه، دوباره دلت میخواد که یه چیز شیرین بخوری و این چرخه تا شب ادامه داره. حالا چی رو باید جایگزین کنی؟ یه صبحونه‌ای که ترکیبی باشه از پروتئین بالا و چربی سالم، مثل تخم مرغ و آووکادو. حالا خیلی وقتا بر خود من پیش اومده که شاگردان میگن که ما نمیتونیم صبحونه شیرین نخوریم، حتما باید مثلا با عسل و مربا و اینا شروع کنیم روزو. اینجور وقتا من میگم که روزتو با همون صبحانه پروتئینی شروع کن. اگر بعدش همچنان دلت میخواست که یه چیز شیرین بخوری، اون وقت بخور. ولی بیشتر وقتا اگه یکم صبر کنی و حس سیری بهت دست بده، دیگه نیازی نداری که اون مربا و عسل و اون صبحونه‌های پر از قند رو بخوری. پس اینو حتما امتحان کن. اما مورد 4، اسنک خوردن شبونه. شاید برات پیش اومده باشه که نصف شبا دلت میخواد یه چیز شور بخوری، یه چیز شیرین بخوری، یا اصلا برای خیلیا یه عادته که حتی از خواب بیدار میشن میرن یه چیزی میخورن. این اسنک خوردن شبونه کاری که با بدن میکنه اینه که به جای اینکه فرصت ریکاوری و چربی سوزی به بدن بده، دوباره درگیر گوارش میشه. حالا چه اتفاق میفته؟ کورتیزول تو طول شب بالا میمونه، خواب عمیقت کم میشه، کیفیت خوابت میاد پایین و صبح خسته تر از خواب بیدار میشی. حالا چی میشه که آدم دلش میخواد دیر وقت یه چیزی بخوره؟ اگه تو طول روز به اندازه کافی کالری دریافت نکرده باشی، ممکنه این اتفاق برات شب بیفته. خیلی وقتا آدما وقتی شروع میکنن به رژیم گرفتن، اون مخصوصا اون روزای اول کالری دریافتی رو خیلی کم میکنن. مثلا میان از صبح خیلی خوب رعایت میکنن، ولی به شب که میرسه انقدر انرژی پایینه و ذهنی هم خسته شده، دلش میخواد که یه چیزی بخوره. پس اگه تو طول روز به اندازه کافی غذای سالم خورده باشی، خیلی بعیده که شب دلت بخواد دوباره یه چیزی بخوری. خیلی وقتا من خودم اگه شب احساس کنم دلم میخواد یه چیزی بخورم، حتما یه دمنوش میخورم، مخصوصا دمنوش نعنا. یه حس گرمی میده به بدن که یه مقدار اون حالت ولع گرسنگی رو از آدم میگیره. اما مورد آخر، استرس بالا. اینو میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. من سال اولی که از ایران اومده بودم بیرون، اینو کسایی که مهاجرت کردن بهتر درک میکنن. زندگی کردن توی کشور جدید با آدمای جدید، زبان جدید، محیط کار جدید، اصلا همه چی جدیده و همه چی یه چالشه و استرسای کوچیک کوچیک روزانه که بعد از یه مدتی میشه جزوی از زندگی. بعد از 7-8 ماه که از مهاجرتم میگذشت، اینو کاملا حس کرده بودم که بدنم به همه چی داره مقاومت میکنه. به ورزشم مقاومت میکنه، به رژیمی که میگیرم مقاومت میکنه. نه تنها پیشرفتی نمیدیدم توی فیزیکم، که حتی هر روز داشتم پسرفت میکردم. اینجا بود که تازه فهمیدم مقاومتی که توی بدن من وجود داره به خاطر سطح بالای استرسه که از همون هورمون کورتیزول میاد.
تو ایدئال ترین شرایط اینه که بگم که بیایم اون منبع اصلی استرسامون رو پیدا کنیم و از بین ببریمشون. ولی واقعیت اینه که همچین چیزی امکان نداره. کاری که میتونیم بکنیم مدیریت کردن استرسامونه، تا حدی یاد بگیریم که استرسامون رو چجوری مدیریت کنیم. یکی از کارهایی که من خودم شروع کردم و چند وقت مرتب انجام میدم مدیتیشنه. مدیتیشن قرار نیست همه استرسات رو از بین ببره، ولی برای مدیریتش خیلی میتونه کمک کنه. یه مدیتیشن کوتاه روزی 5 دقیقه 10 دقیقه تو هر زمان از روز که برات راحت تره میتونی روزتو باهاش شروع کنی، میتونی شب قبل خواب انجام بدی، بین روز هر وقت که فرصت داشتی. اگه به طور منظم یا مدت انجام بدی واقعا تاثیرش رو میبینی. یه کار دیگه که من انجام میدم و توی شرایطی که در لحظه واقعا جواب میده و خیلی کمک میکنه تمرین تنفسه. اتفاقا توی کانالم یه تمرین تنفس 5 دقیقه‌ای گذاشتم، حالا لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما برو ببین. تمرین باکس بریدینگ یا همون تنفس جعبه‌ایه. یه تمرین کوتاهه که نیاز به این نداره که توی یک شرایط خاصی باشی، حتما تنها باشی، حتما جای خلوت باشی، حتما در آرامش باشی. اصلا نیاز به شرایط خاص نداره، تو هر زمان از روز میتونی انجامش بدی. من خیلی وقتا اگه احساس کنم که استرسم بالاه، مضطربم، همون لحظه شروع میکنم به این تمرین. هر جایی که هستم، حتی ممکنه سر کار باشم، پشت میزم نشسته باشم، هر موقعی از روز، یا دارم پیاده روی میکنم، هر وقت احساس کنم که استرسم بالاه سریع این تمرین تنفس رو شروع میکنم. خیلی هم ساده است، یعنی یه بار انجامش بدی یاد میگیری و هر موقع که بخوای میتونی انجام بدی و واقعا در لحظه جواب میده و به من که خیلی کمک کرده. حالا اگه دوست داشتی امتحان کن و به هم بگو نتیجهش چطور بوده. دیگه یه کار دیگه که خیلی میتونه تو مدیریت استرس بهمون کمک کنه پیاده رویه. هر زمان که فرصتشو داری تو طول روز سعی کن فقط از خونه بزنی بیرون، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، هر چقدر که تایم داری پیاده روی کن. همین از خونه بیرون رفتنه، راه رفتن، خیلی زیاد به کنترل استرس و اضطراب کمک میکنه. این هم 5 تا موردی که خودم تجربهش کرده بودم و فکر کردم که شاید به کار شما هم بیاد. خب میدونی یه وقتا این مسیر کاهش وزن فقط رژیم گرفتن و ورزش کردن نیست. یه بخشش میتونه مدیریت هورمونامون باشه و همه چی توی همین 5 تا نکته که من گفتم خلاصه نمیشه. ولی حتی اگه بتونی یه چیز کوچیک رو تغییر بدی، مطمئنم که نتیجهشو خیلی زود میبینی. خب امیدوارم چیزایی که امروز گفتم حتی یه کوچولو به کارت بیاد. اگه دوست داشتی ویدیوهای بیشتری در مورد ورزش، کاهش وزن، تغذیه و اینا ببینی، حتما کانالمو سابسکرایب کن و اینکه حتما توی کامنت ها برام بنویس که ویدیو بعدی در مورد چی باشه. مرسی که تا اینجا با من بودی. ویدیوی بعدی میبینمت.